جوهر صحبت پرزیدنت مملکت محترم مولانا رحمان به نظر ما اون است که ما باید تمام کار را اجرا کنیم تا که ذوق فرزندان، خوانندگان، جوانان را به علم، مخصوصا به علم‌های دقیق، علم‌های طبیعت شناسی، علم‌های ریاضی بلند کنیم. یعنی همون کمی خالگی که بین نسل‌ها سال آخر به نظر میرسد، همین باید از بین برداریم. من در نظر دارم نسل‌های علمی. اساساً موضوع اساسی بیشتر به آن بود که امروز باید علم در استحصالات تطبیق گردد و از تجربه‌ای که عالمان تاجیک دارند در کارخانه‌های صنعتی و استحصالات مملکت و استحصالات وطنی فراوان استفاده شود و مقصد اساسی آن میباشد که با استفاده از علم امکانات اقتصادی کشور استفاده کردن. پیشنهاد کردن که پیش از همه 40% سلامتی ما و شما با محیط زیست وابستگی داره. پیش از همه باید که ما گیگین شخصی خودمون، گیگین اویلوی خودمون، محیط اطراف ما را تازه و آزاد نگاه داریم. شرط نیست که ما یک مدت حتما دست همدیگر قطع سلام کنیم. باید که ما دست پیش بر رسم خوبی توجیه کن، همزمان نگاه کنید که گفتن که پیش ما گریب میشدیم، مادرمو گفتن که همه پیاز میگرفتن، سرمو را میپیچوندن، مثلا میگفتن پیاز دست قطع شک نفس که همون پیاز گفتن همون ویروس گریپ نیست کردن میتونه. ما داروهای کردن که با استفاده از گیاهای شفابخش تاجیکستان حتی نگاه کنید که حالا موسم گیاه شد. ما باوری دارم که این خطر این جنگ بیولوژی میگن این خطر این ویروس ساخته ما به نمیبیا با اون خاطره که حاضر موسم شد که موسم گیاه من راو روشک کسترو گیاهایی که در بازارها برآمدن پیش در گذشته اول بهار یک بار ارگانیسم انسان ها با پررگی همون رو استفاده میبردن ارگانیسمشون دزینفکت میکردن اون که همون راو روشک و کسترو و چسنوک و دیگر اون پیاز و دیگر پیازهای کوهی قابلیت تازه کنی ارگانیسم انسان رو دارن. حالا ارگانیسم ما ضعیف شده که ویتامین های اساسی نمیرسن. وقتی که ما همه گیاهای شفابخش استفاده میبریم اونها قابلیت ایمونیته ارگانیسم بدن کردن رو. رئیس جمهور پرزیدنت محترم ما نیست تاکید بر آن پیوسته و برابسته تاکید بر آن داشتند که جوانان یعنی بیشتر به فن‌های ریاضی و تکنیکی و طبیعی جلب کرده شوند تا که سطح همون اختراعکاری زیاد شود مثلا یعنی که دولت ما به یک دولت مترقی تبدیل یابد.